نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. تطبیق چندین پروژه زیربنایی به ارزش 20 میلیون افغانی در پوهنتون تکنیکی غزنی. همکارم ذکرالله رسولی با شرح بیشتر این گزارش. در جریان سال 1404 خورشیدی چندین پروژه زیربنایی که شامل ساخت سرک‌های داخلی، مسجد، سیستم آبرسانی و رنگمالی تعمیرات می باشد، به ارزش 20 میلیون افغانی از سوی وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون تکنیکی غزنی تطبیق گردیده است. به گفته مسئولان، تطبیق چنین پروژه ها نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های آموزشی و فراهمسازی محیط مناسب برای تدریس و تحصیل داشته و میتواند زمینه آموزش معیاری را برای محصلین فراهم سازد. یو د سرکونو پخول دي او همدارنګه د پانتون د تعمیر رنگمالي او د غزنی تخنیکی پانتون لپاره د اوبو غټي ذخیره جوړول او همدارنګه په دغه ورځو کې د غزنی تخنیکی پانتون لپاره یو باب مسجد افتتاح ولسی 14 میلیونه افغاني مصرف راځي. په ټوله کې د غزنی تخنیکی پانتون په 1404 کال کې د 60 میلیون افغاني په ارزښت باندې پراختیايي پروژه عملی کړې دي. در همین حال شماری از محصلین و باشندگان ولایت غزنی تطبیق چنین پروژه هایی را در مساعد ساختن فضای آرام و مسئول اکادمیک مؤثر دانسته و از امارت اسلامی میخواهند تا به محلات علمی و اکادمیک توجه بیشتری صورت گیرد. نو په دې کې تر ټولو ښه خبر دا ده چې د غزنی تخنیکی پوهنتون کې د محصلینو لپاره داسې یو چاپیریال رامنځته کولی شي هغوی د مطالعې لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي. دا ډول پروژې د محصلینو او عوامو خلکو په نظر باندې مثبت اثر کوي او موږ له امارت څخه دا غواړو چې په همدا ډول په نورو پوهنتونو کې هم دا پروژه ته دوام ورکړي. به گفته مسئولان، این پوهنتون در 3 پانزه فعالیت دارد که اکنون نیز به تعداد 1000 محصل مصروف تحصیل می باشند که به گفته آنان توسعه و تقویت مراکز تحصیلی نقش اساسی در رشد علمی و پیشرفت جامعه دارد. توقفگاه موترهای مسافربری مسیر قره‌باغ غزنی به بهره برداری سپرده شد. باز هم همکارم رسولی با شرح بیشتر. توقفگاه موترهای مسافربری مسیر ولسوالی قره‌باغ به شهر غزنی از سوی ریاست ترانسپورت جاده ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولان، این توقفگاه بخشی از یک برنامه منظم ترانسپورتی است که در اجزای ولسوالی ولایت غزنی ایجاد شده و هدف آن تنظیم بهتر رفت آمد وسایط مسافربری و تامین نظم ترافیکی در سطح شهر و ولسوالی ها می باشد. موږ پلان او تصمیم لرو چې د غزنی ولایت او ټولو ولسوالیو ته د خپل ترانسپورتي خدمات مخته یوسو او پسې ولاړ سو. په هرې ولسوالۍ کې موږ موټروانانو او ولس ته او د ولسوالۍ مرکز ته خدمات وړاندې کوو. در همین حال رانندگان موترهای مسافربری از ایجاد این توقفگاه استقبال کرده و میگویند که با راهاندازی آن از سرگردانی آنان جلوگیری شده و سهولت‌های لازم در بخش سوار و پیاده کردن مسافران به وجود آمده است. نظامی ترمینال ما بسیار خوشحال هستیم از این پیش که بود در پیشای دکان‌های مردم رش و زیاد بیروبار بود، رابندون بود، دیگه دکاندارا مزیت میشد، سواریا مزیت میشد، ما مزیت میشد. این حال که نی ترمینال جوړ کړه کلیګي ما راحت هستیم. موټرای ما هم ټکسي قانوني ډریورانو لپاره هم غټ خدمت ده. مخکې له دې به موږ په بازار کې وینې ولاړ ولو د هر دکاندار لپاره به مزاحم و او د سواریانو د موټروانانو لپاره هم وینې مشکل و. نو اوس یې دغه ترمینل راته ونیوی نو هم موږ په سهولت کې یو، هم به نماینده د موږ په سهولت کې، هم به مسافر د موږ خوشحاله په سهولت کې به هم به چاته د ډریورانو لخوا مزاحمت نه او هم به ډریورانو ته د دکاندارانو یا د قره‌باغ د ولس لخوا کوم مزاحمت نه.
این در حالی است که پیش از این نیز کار ساخت یک ترمینال موتورهای باربری به ارزش بیش از 34 میلیون افغانی در منطقه تلخکزار از مربوطات مرکز ولایت غزنی از سوی ریاست ترانسپورت جاده این ولایت آغاز شده بود. مسئولان امنیتی در ولایت غزنی از کشف و ضبط 55 کیلوگرم مواد مخدر و بازداشت 6 تن در پیوند به قاچاق این مواد خبر می‌دهند. مسئولان امنیتی این ولایت می‌گویند که از نزد این افراد 33 کیلوگرم مواد مخدر نوع شیشه و 22 کیلوگرم پودر کشف و ضبط شده است. موږ د زړورو ساتونکو مجاهدینو د خپل هڅو په دوام باندې چې دغه شپږ نفر مجرمین سره له دغه مواد مخدرو چې 33 کیلو شیشه ده او 22 کیلو هم پودر دي چې په موټر کې ځای په ځای سوي او ننګرهار ته انتقالول، له نیمروز ولایت ننګرهار ته انتقالول. سره له شپږو مزدورینو نیول سوي دي چې په هغو کې 2 دانې هم اناس دي او 4 دانې ذکر دي. نیروهای امنیتی نیز از تامین امنیت در این ولایت اطمینان می‌دهند. سل په سره کې اطمینان ورکړو خلکو ته هیڅ نوع مشکل نشته، په ډاډه زړه باندې تګ راتګ وکړي، هیڅ نوع مشکل نشته. موږ څلروي ساعته پیرې او چکپنونه لرو، څلروي ساعته موږ د دوی په خدمت کې. په دې لوی لار کې موږ شپه ورځ په تلاش کې یو د خلکو په خدمت کې او څلروي ساعته خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل نشته په دې لاره. خپل هر څه تګ راتګ ته دوام ورکړي او خپل په اسانی سره شپه ورځ کوي که ورځ که شپه موږ د دوی په خدمت کې. گفتنی است که نخستین بار نیست که نیروهای امنیتی در غزنی جلوی قاچاق مواد مخدر را میگیرند. پیش از این نیز بارها از کشف و ضبط 10 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر در این ولایت گزارش داده است. و همچنان 700 خانواده در گیروی غزنی با آب آشامیدنی سالم دسترسی یافتند. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. کار ساخت یک شبکه آبرسانی در منطقه نانغند ولسوالی گیروی ولایت غزنی به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی آغاز شد. رئیس احیا و انکشاف دهات غزنی میگوید که این پروژه آبرسانی تحت نظارت این ریاست از سوی مؤسسه داکار تطبیق می شود که با تکمیلی آن نزدیک به 700 خانواده از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد. ټول بودیجه چې بانک جهاني وکړي دغه پروژې لپاره څه بالای 11 میلیون افغانۍ دي چې دا په نظر کې نیول شوي دي. تاسو ولیدئ چې نانغونډ یو لوی کلی دی او تقریبا 200 شاوخوا فامیلونه لري او 1000 څه بالای 1000 د دې شبکې اوږدوالی دی په دې ساحه کې. د دې پروژې نه ټوټل تقریبا د 200 فامیلونو په شاوخوا کې به خلک مستفید شي او د 100 متر مکعب په شاوخوا کې به یعنی د 100,000 لیټر اوبو ظرفیت به ولري. یوه اهن کانکریټي ذخیره به دې ته جوړیږي په حاکمه نقطه باندې. در همین حال باشندگان محل از ساخت این شبکه ابراز خرسندی کرده و خواهان توجه بیشتر به بخش مدیریت آب هستند. د اوبو له مشکل سره ډیر په تکلیف یو، ډیر ورسره هغه مشکلاتو کې یو اوس شبکه موږ ته جوړیږي، ډیر ځینې خوشحاله یو. دا مشکلات موږ ډیر ورسره حل سي ان شاء الله. که اوبو په حال سوی یا د شبکه جوړه که خدای تعالی او برآوردي ته ورسېده ان شاء الله موږ به یو متوانه مشکلات سره حل سي. خو دا داسې په ښه سویه او په ښه دغه پیرویه باندې مؤسسه دغه وکړي چې مثلا دا شبکه په حال کې. مسئولان ریاست انکشاف دهات غزنی میگویند که در سال روان 16 شبکه آبرسانی را در مرکز و ولسوالی های این ولایت پس از تکمیل به بهره برداری سپرده اند. آنان از مردم میخواهند که علاوه بر حفاظت از پروژه های عامل منفعه از استفاده بیجا و اسراف در مصرف آب جلوگیری کنند. و همچنان در هفته روان از برندگان مسابقه کتابخوانی جنگ فکری در ولایت غزنی تقدیر شد. این نشست به منظور تشویق آن عده از اشتراک کنندگان برگزار شده بود که چند قبل در مسابقه کتابخوانی تحت عنوان جنگ فکری شرکت کرده و نمرات بلند به دست آورده بودند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند هدف از راه اندازی این برنامه تشویق جوانان به مطالعه و ایجاد آگاهی عامه درباره نوعی از جنگ است که افکار را مورد هدف قرار می‌دهد. زموږ د سیالۍ هدف له دغه فکري جګړې له سیالۍ هدف دا و ترڅو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړو، د ځوانانو استعدادونه کشف کړو، همدارنګه د فکري اهدافو هغه چې دښمن په دغه برخه کې کار کوي هغې ته ځوانان متوجه. د فکر اصلاح او د عقیدې اصلاح هغه دوه مهم عنصرونه دي چې د انسان نجات په ابدي لحاظ او په دنیوي لحاظ پکې نغښتی.
د دغو د احیا او د دې لپاره چې څوک خدمات کوي کار کوي زحمت باشی دا ټول سپیڅلی دي. جوانان میگویند چنین مسابقات برای آنان مفید تمام شده و از مسئولان میخواهند که برنامه‌های بیشتری را در این زمینه راه اندازی کنند. تشکری ویژه میکنم از اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و بالخصوص از تمام امارات اسلامی که این نوع پروگرام ها و امتحان ها را برای جوانان برگزار میکنه که جوان ها فکرهایشان افکارشان به این نوع امتحان ها آگاه شوند و بدانند که جنگ فکری یعنی چی. د فکری جنگ داسې یو جنگ ده چې د فکرونه خپل مقابله ته راغواړي او داسې یو جنگ ده چې کورونه نه ورانوي بلکې د انسانانو عقیدې او فرهنګ دغه شیان ورانوي. نو موږ په دې کتاب کې ډېر معلومات ترلاسه کړو او د ډېرو تغییراتو شاهدان ان شاء الله په خپل ځان کې ووسو. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌افزایند که تلاش دارند آگاهی عامه را در رابطه با جنگ فکری میان جوانان گسترش دهند و این گونه برنامه‌های کتابخوانی را به ولسوالی‌ها نیز توسعه داده تا فرهنگ مطالعه زنده نگه داشته شود. و 3000 جریب زمین در ولسوالی اندر غزنی برای توسعه زراعت و مالداری به یک شرکت خصوصی سپرده شد. همکارم با جزئیات بیشتر. این زمین به مساحت 3000 جریب در ساحه بند سرده ولسوالی اندر ولایت غزنی موقعیت دارد. مسئولان میگویند که این ساحه به منظور کشت زراعت، احداث باغ‌های مثمر و ایجاد فرم‌های مالداری به یک شرکت خدمات زراعتی خصوصی به گونه اجاره داده شده است. آنان همچنان از دیگر تاجران و سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا سرمایه‌هایشان را به کشور انتقال داده و در بخش‌های مختلف به ویژه زراعت و مالداری سرمایه‌گذاری کنند. په مجموع کې د هیواد ټولو تجارانو ورونو خصوصا څوک چې په غزنی ولایت کې غواړي د تجارت او د کرنې او مالداري په برخه کې سرمایه‌گذاري کوي. پیغام دا ده چې تاسو راسئ د موږ د کرنې ریاست د ولایت مقام او حتی په مجموع کې د وزارت زراعت دروازې تاسو په مخ باندې خلاصې دي کولای شئ ښه په ډاډه او په اطمینان باندې دلته سرمایه‌گذاري وکړئ. ما شخصي 3000 جربه ځمکه نیولې په 2500 روپۍ افغاني جرب ده. نو د حکومت په امر او د شخص په امر مې نیولې دي. دلته به 1200 جربه به مکمل باغونه اره میوه به وي چې کومه د ما پلان ده هغه پلان به مکمل دلته عملي کېږي هلته به کار کېږي. نور به انشاءالله غریب ولس دلته ډېر کار پکې کوي او غریب ولس ته به انشاءالله ځمکې ورکوو چې غریبانان کوم خلک چې په سړکو ګرځي او سوالونه کوي هغه به انشاءالله تعالی دلته راځي کار به کم خام به خپل معاش وړي. در همین حال باشندگان ولسوالی اندر از واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های خصوصی و اشخاص ابراز خرسندی کرده و میگویند که با آبادی این ساحه برای اقشار مختلف جامعه زمینه کار و اشتغال فراهم خواهد شد. الحمدلله دا ډیر ښه کار وسلو. دا د غریبو خلکو دلته څو ګټې دي پکې د غریبو خلکو ګټه سته پکې د روزانې دیوالو خلکو ګټه سته پکې یعنی که په ټول افغانستان کې دغه ځمکې دغه خلکو ته ورکه او هغه مستحق وي داسې مستحق چې هغه ځمکه ونه لري او هغو خلکو ته ورکه موږ ډیر پرې خوشحاله کیږو. ډیر زیات خوشاله یقین دی اوس چې نن په چا خبر ته په جامو کې نه جاي په دې خاطر شي دلته یو غریب ولسته یو نفع یو کار یو روزگار پیدا شي نو دا ډیره خبره ده. ولایت غزنی به دلیل داشتن زمین‌های وسیع زراعتی و منابع آبی از ظرفیت‌های مهم در بخش زراعت و مالداری برخوردار است. در سال‌های اخیر ریاست زراعت آبیاری و مالداری این ولایت تلاش کرده است تا با واگذاری زمین‌های بایر به سکتور خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات زراعتی و ایجاد فرصت‌های کاری را فراهم سازد. و همچنان مسئولان امنیتی ولسوالی مقر ولایت غزنی از بازداشت یک تن همراه با مواد مخدر خبر می‌دهد. به گفته آنان نیروهای آمریت مبارزه با مواد مخدر ولسوالی مقر دیروز سه شنبه این فرد را در بازار مقر در حال بازداشت کردند که 1240 گرم چرس را در داخل یک اراده موتر انتقال می‌داد. و ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی کارهای بازسازی زیارتی علیلالا و تعمیر موزیم سابق سلطان عبدالرازق را به پایان رسانده است. به گفته الحاج ملا حمیدالله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت در جریان بازسازی زیارتی علیلالا احاطه مزار و دروازه جدید ساخته شده است و افزود که همزمان تعمیر موزیم سابق سلطان عبدالرازق نیز ترمیم گردیده که شامل ایجاد ساختار محافظتی بام و تطبیق ایزوگام می شود. به گفته او این پروژه در مدت یک ماه تکمیل شده و مجموعی هزینه آن 83500 افغانی بوده
که از بودجه داخلی ریاست اطلاعات و فرهنگ تامین شده است. کمیسیون جمع‌آوری اجناس تاریخ گذشته تقلبی و بی‌کیفیت تحت ریاست اداره صنعت و تجارت ولایت غزنی در ادامه فعالیت‌های نظارتی خود از ساحه جوی بازار مرکز شهری غزنی نظارت به عمل آورد. این نظارت با اشتراک نمایندگان ریاست مستوفیت، قماندانی امنیه، ریاست صحت‌عامه و ریاست شاروالی انجام شد. در نتیجه بررسی‌ها از دکان‌های خوراک فروشی و دواخانه‌ها 13 قلم اجناس تاریخ گذشته که شامل مواد شوینده و ادویه‌جات جمع‌آوری گردیده است. و به نقل از خبرنامه ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت غزنی در ولسوالی خواجه عمری این ولایت، قضیه یک زن که خواهان حفظ حق شرعی مهر و ادامه زندگی مشترک با شوهرش بود با میانجیگری محتسبین این ریاست حل و فصل شد. بر اساس معلومات این زن با رضایت کامل از مهر خود صرف نظر کرده بود، اما پدر و برادرش با این تصمیم مخالفت میکرد. محتسبین پس از بررسی موضوع و با استناد به فرمان شماره 17 امیرالمومنین حفظه الله تاکید کردند که مهر حق شرعی زن است و بدون رضایت او هیچ کس حق مداخله در آن را ندارد. در نتیجه اختلاف به گونه مسالمت‌آمیز حل شد و زن به زندگی مشترک خود ادامه داد. و به نقل از خبرنامه ریاست شاروالی ولایت غزنی در هفته روان این ریاست به منظور کاهش مشکلات ترافیکی و حفظ نظم شهری جمع‌آوری وسایطی را که به گونه غیرقانونی در بازارها و جاده‌های عمومی پارک شده‌اند به صورت مستمر ادامه می‌دهد. خبرنامه افزوده است که این وسایط به مکان مشخص مدیریت ترافیک منتقل می‌شوند. مسئولان تاکید کردند که این اقدام برای تسهیل رفت و آمد، نظم بازارها و ایجاد چهره منظم شهر اهمیت دارد و روند جمع‌آوری همچنان ادامه خواهد داشت. و تیم کوهنوردی دیار صنایع ولایت غزنی متشکل از 11 نفر قلعه دره قیاق ولسوالی جغتو را تا ارتفاع 3100 متری در یک برنامه یک روزه صعود کردند. این برنامه با حضور مسئولان فدراسیون کوهنوردی ولایت غزنی و با هماهنگی آمریت المپیک، تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی و همکاری کمیته فرهنگی فدراسیون کوهنوردی برگزار شد. هدف از این صعود تقویت فرهنگ کوهنوردی، افزایش آمادگی جسمانی و روحی اعضا و تمرین مهارت‌های کاری گروهی عنوان شده است. و همچنان با نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، نیروهای امنیتی این ولایت در دو رویداد جداگانه یک میل سلاح غیرقانونی را در ولسوالی جاغوری کشف و ضبط کردند و یک تن فروشنده مواد مخدر را در شهر غزنی بازداشت نمودند. منصوبین آمریت مبارزه با تروریسم ولسوالی جاغوری در جریان عملیات کشفی در قریه میتو یک میل کلاشینکوف را که بدون اسناد قانونی در یک منزل مسکونی نگهداری میشد کشف و مطابق مقررات ضبط کردند. همچنان منصوبین حوزه اولی امنیتی شهر غزنی بر اساس گزارش کشفی یک تن را هنگام فروش مواد مخدر همراه با 15 گرم شیشه دستگیر و به مدیریت مبارزه با مواد مخدر معرفی نمودند. و روند توزیع کمک‌های غذایی برای 1036 خانواده نیازمند در ولسوالی رشیدان ولایت غزنی انجام شد. این کمک‌ها تحت نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی با حمایت مالی برنامه جهانی غذا یعنی WFP و همکاری مؤسسه پاور به مستحقین توزیع گردید. بر اساس معلومات ارائه شده در این برنامه به هر خانواده 100 کیلوگرم مارد، 15 لیتر روغن، 50 کیلوگرم برنج، 1.5 کیلوگرم نمک، 18.75 کیلوگرم دال و 1 کیلوگرم غذای ویژه کودکان توزیع شده است. و همچنان در هفته روان نیروهای محافظ شورا در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر غزنی ساحه علیلالا 2 تن را همراه با 65 گرم مواد مخدر نوعی چرس و 1 میل توپانچه بازداشت کردند. بر اساس معلومات متهمان مواد مخدر را در یک رادموتر نوعی فیلدر جابجا کرده و سلاح یاد شده را بدون اسناد قانونی حمل نمودند. افراد بازداشت شده جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت های دیگر کشور. وزارت دفاع ملی با نشر اعلامیه گفته است تمام مجاهدین بی سرنوشت که فرم‌هایشان از سوی کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای
در مرحله دومی بازنگری تایید شدند و میخواهند در صفوف اردوی اسلامی خدمت کنند. برای ثبت نام به مراکز جلب و جذب وزارت دفاع ملی در مرکز و ولایت ها مراجعه کنند. بر اساس اطلاعیه داوطلبان برای ثبت نام تذکره تابعیت و فرم تایید شده تصفیه را با خود داشته باشند. مفتی نور احمد نور سرپرست سفارت امارت اسلامی در دهلی نو با آنند پرکاش مسئول عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در وزارت امور خارجه هند دیدار کرد. سفارت افغانستان در هند میگوید که در این دیدار پیرامون روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه، توسعه تجارت، تسهیل صدور ویزا و مشکلات تاجران، محصلان و افغانهای مقیم هند گفتگو شده است. با گفته این سفارت همچنان دو طرف بر تقویت روابط میان افغانستان و هند و گسترش همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه تاکید کردند. و مسدود ماندن مسیرهای تجارتی افغانستان با پاکستان بیشترین پیامدهای منفی اقتصادی را برای پاکستان به همراه داشته است. همکارم در مورد گزارشی را تهیه دیده است که با هم میشنویم. بسته ماندن طولانی مدت مسیرهای تجاری پاکستان با افغانستان بیشترین پیامدهای منفی اقتصادی را برای پاکستان به همراه داشته است. به گفته تاجران پاکستانی، توقف صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش فعالیت‌های گمرکی باعث زیان‌های میلیاردی و از دست رفتن هزاران شغل شده است. با تاکید بر پیامدهای گسترده اقتصادی آنان هشدار دادند که بسته ماندن طولانی مدت گذرگاه باعث تعطیلی کارخانه‌ها و از دست رفتن مشاغل شده است. آنها مدعی شدند که تا 90% بخش صنعت خیبر پختونخوا به بازارهای افغانستان برای صادرات و واردات وابسته است و ادامه این اختلاف می تواند منجر به تعطیلی گسترده کارخانه‌ها، بیکاری وسیع و افزایش ناامنی منطقه‌ای در ساحه بحران اقتصادی شود. در مقابل افغانستان با فعالسازی مسیرهای بدیل از طریق ایران و کشورهای آسیای میانه توانسته است روند صادرات و واردات خود را مدیریت کرده و وابستگیش به مسیرهای محدود تجاری را کاهش دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که افغانستان در شرایط فشار توانسته است بازارهای تجاری خود را حفظ کند، در حالی که پاکستان آسیب بیشتری متحمل شده است. با استناد به یک گزارش تازه اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان افغانستان گفته است که تجارت دوجانبه پاکستان و افغانستان به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها با کاهش 53% نسبت به سال گذشته با 594 میلیون دلار در 6 ماه نخست سال مالی جاری 2025 تا 2026 کاهش یافته است، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال مالی گذشته 1.26 میلیارد دلار بوده است. آگاهان اقتصادی میگویند تجربه اخیر نشان داده که تنوع مسیرهای تجاری برای افغانستان یک ضرورت راهبردی است. به باور آنان استفاده از مسیرهای بدیل نه تنها مانع توقف تجارت افغانستان شد، بلکه موقعیت این کشور را در تجارت منطقه‌ای تقویت کرد. الحمدلله ما شما اگر در چند سال آینده شاهد از این خواهد باشیم که به طور کامل از امی گذرگاه هایی که بر ما مشکل ایجاد شده از این ما شما امان پیدا میکنیم، نجات پیدا میکنیم و به کشورهای وصل میشیم از بنادر مختلف دیگری که یکی از اونو قبیل چیز بندرک است، کریدور واخان است، کریدور چابهار است که فعلا ما شما زور رفت آمد داریم. دولت خود پاکستان پالیسی را که به دست گرفت که دروازه ها را بروی مردم افغانستان بنادر بسته کرد، این یک صدمه زیادی به قشر زراعت پیشی پاکستان وارد شد و یک صدمه زیاد، زیانهای زیادی به تجار پاکستان وارد شد. افغانستان بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از مسیرهای پاکستان انجام میداد، اما بسته ماندن مکرر گذرگاه‌ها در سالهای اخیر باعث شد تا تاجران افغان به استفاده از مسیرهای بدیل از طریق ایران و کشورهای آسیای میانه روی بیاورند، اقدامی که به تدریج وابستگی تجاری افغانستان به مسیرهای سنتی را کاهش داده است. و رئیس سازمان جهانی صحت اعلام کرده که این سازمان از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون 223 متریک تن ادویه‌های ضروری و لوازم طبی را به 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان توزیع کرده است. وی در صفحه ایکس خود نوشته که این ادویه‌ها از ارائه خدمات صحی برای بیش از 200,000 نفر پشتیبانی خواهد کرد. و مسئولان اداره اطرا میگوید که در جریان سال 2025 میلادی حدود 500 سایت مخابراتی جدید در سراسر کشور ایجاد شده است. همکارم با شرح بیشتر.
اداره ادرا از ایجاد حدود 500 سایت مخابراتی جدید در جریان سال 2025 میلادی در سراسر کشور از سوی شرکت‌های مخابراتی خبر می‌دهد. سخنگوی اداره ادرا می‌افزاید که در مدت 2.5 سال تنها از سوی این اداره 300 سایت مخابراتی جدید ساخته شده و کار بالای 230 سایت دیگر ادامه دارد. 1510 انتنونو کې تقریبا 300 مخابراتي انتنونه په مکمله توګه باندې فعال شول او د باقي پاتې انتنونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر زر به دغه انتنونه فعال شي. د دې ترڅنګ ټولې مخابراتي شبکې هم خپل انتنونو جوړېدو چارې روانې کړې دي. دوی خپل خدمات غځوي لرو پروتو سیمو ته ولایتونو ته هغه سیمې چې هلته دوی خدمات نشته دی هلته دوی خدمات رسوي او هر کال دوی خپل پلان موږ سره شریکوي چې تیر کال هم د مخابراتي شبکو لخوا نه تقریبا 1590 مخابراتی انتنونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې جوړ شوي دي. شمار از شهروندان کشور از گسترش فعالیت‌های مخابراتی در ولایت‌هایشان ابراز خرسندی نموده خواستار توجه بیشتر نهادهای زیر ربط شدند. د خوا په نسبت منګه وګورو د دې ټکنالوژي ته په دین پرمختګ ورکړل شوی دا چې مخکې به زیات ستونزې پکې وي کله به شبکو کار نه کوو کله به لور ستونزې وي همین شبکه‌های اینترنت و نمی قبلا صحیح درست کار نمی‌کردن اینالی در سطح ولسوالی‌ها بیخی کارش منظم شده بیخی خوش هستیم از پیش از اینها راضی هستیم. این در حالی است که از زمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا کنون 1500 سایت مخابراتی در کشور ایجاد شده است و در حال حاضر 9000 سایت مخابراتی در سراسر کشور فعال است. و نعمت الله بارگزای نماینده شاروالی کابل میگوید تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که در آن نام‌های خاص برخی مناطق شهری کابل از دری به پشتو ترجمه شده جعلی است. آقای بارگزای در یک پیام ویدیویی تصریح کرده که نام‌های مناطق در لوحه‌های نشانی از سوی شاروالی کابل به زمانهای دری، پشتو و انگلیسی درج شده اما نام‌های خاص ترجمه نشده است. او همچنین شایعات درباره اعمار ساختمان 100 منزله در کابل را نادرست خوانده است. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. به دنبال اعتراضات گسترده در ایران، سید علی خامنه‌ای روز جمعه هفته گذشته هشدار داد که در برابر تخریبگران کوتاه نخواهد آمد و مزدوری بیگانگان را تحمل نمی کند. رهبری ایران در نشست اظهار داشت که معترضان طبق خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا عمل می کنند. از سوی هم سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که امریکا و اسرائیل در آشوب‌های کنونی دست داشته و قصد دارند اعتراضات صلح‌آمیز را به خشونت بکشاند. همچنان سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سفیران و دیپلماتان خارجی مقیم تهران گفت اعتراضات آرام بود اما گروه‌های تروریستی مسلح وارد صفوف معترضان شدند تا اعتراضات را از مسیر اصلی منحرف کنند و افزوده است ما شواهدی از تیراندازی به نیروهای امنیتی داریم که هدف آن افزایش تعداد قربانیان بوده و این خواسته ترامپ است. به گفته آقای عراقچی صداهای ضبط شده به دست آمده که در آن گفته شده به هر کسی که می توانید چریک کنید حتی به مردم عادی. و همچنان رئیس شورای امنیتی روسیه در گفتگوی تلفنی با علی لاریجانی همتای ایرانی خود مداخله های خارجی در اعتراضات اخیر ایران را به شدت محکوم کرده است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از دفتر مطبوعاتی شورای امنیتی روسیه گزارش داده که سرگئی شویگو همچنان آمادگی مسکو برای تقویت همکاری‌های امنیتی دوجانبه با تهران را اعلام کرده است. و همچنان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که چین همواره با دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بوده و از حاکمیت و امنیت همه ملت‌ها که باید تحت قوانین بین‌المللی کاملا محافظت شود حمایت می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همه طرف‌ها خواسته تا برای کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش بیشتر کنند و همچنان ابراز امیدواری کرده که دولت و مردم ایران بتوانند بر شرایط فعلی غلبه کرده و ثبات ملی را حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از این در بحبوحه گزارش‌های فزاینده از اعتراضات در ایران گفته بود که دولت او در حال بررسی برخی گزینه‌های بسیار قوی از جمله اقدامات نظامی احتمالی علیه ایران است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه.
امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشید. تا برنامه بعد که بازم من حسیب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. نسل پر افتخار